این جستجو اینجا رو میشونن این دیگه این تو باز نمیشه این تو میشه اینجوری نگاه کن گرفته قشنگ مسیر هوا رو باید اینجوری باز کنیم که بعد همین موقع به مشکل برنخوره. این تجربه ما بود که در کارتون بزنین که ان شاء الله اون چسبش ول میکنه از لای اون روغن رد میشه میاد داخل این شلنگ از این شلنگ میاد داخل چا رو باز کنین یک طرف 7 تا داره یک طرف 6 تا داره قشنگ تمیز کنین بشورین مرتب با چسب آبندی چسب ویکتور دور تا دور جایی که ما بریم ببینیم مثلا ما اون زیر چه خبره ایش به سوی مکانیکی هم میرسن جا من فقط هزینه ها رو بگم و برم شما از موزیک لذت ببرید. یک 330 تومن فشنگی روغن خریدم خراب شده بود. 130 تومن واشر، 155 تومن چسب ویکتور و بنزین هم خریدم. بنزین از یک مغازه خریدم. تو حدس بزن اون بنزین رو از کجا خریدم و چند خریدم. برام کامنت کن و کاربرات سبا رو فالو کن و منتظر پارتای بعدی باش.